أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنده میخواهم از کتاب متن الآجرومیه که این متن بسیار مفید که درسایش در یوتیوب با تفصیل برای یک طالب علم کفایت کننده شرح داده، برای شما شنوندگان و برای شما استفاده برندگان، مخصوصاً برای شما دوستداران زبان عربی، شرح متن الآجرومیه را به سمع شما رسانیده بودم و حالا بنده میخواهم این کتاب الآجرومیه را، متن الآجرومیه را همچنین اعراب کنم کلمه به کلمه و به سمع شما برسانم، مخصوص کسانی که دوست دارنده زبان عربی و دوست دارنده نحو و صرف می باشید که انشاءالله از این درسای ما خیلی فایده های زیاد به دست خواهد آورد، زیرا اینکه کلمه به کلمه براتون انشاءالله با کمک و با یاردم الله تبارک و تعالی با قدر توانایی و با قدر علم و دانشمان میخواهم کلمه به کلمه برای شما بیان بکنم این متن الآجرومیه را. پیش از آن که متن را شروع بکنم، درس امروزه را میخواهم مخصوص اعراب کلمه های اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، انا همین جمله ها را میخواهم اعراب بکنم و به سمع شما برسانم. اولا کلمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ این فعل می باشد از عاذ یعوذ، عاذ پناه برد، یعوذ پناه می برد، اعوذ من پناه می برم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی من پناه می برم به الله تبارک و تعالی از شیطانی رجیم و از شیطان رانده شده. اکنون اعوذ در اصل اعوذ بود، واو حرف علت حرکت براش ثقیل که بود، حرکت واو رو در عین می دهیم می شود اعوذ، زیرا اینکه این به مثل انصرو هست، از باب نصر ینصرو و اجوف واوی می باشد. اعوذ پس در اصل اعوذ بود، واو حرکت در عین دادیم شد اعوذ. اعوذ فعل مضارع متکلم است، صیغه متکلم می باشد. اعوذ پناه می برم، اعوذ فعل مضارع، اعرابش چنین است که اعوذ فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. پس اعوذ فعل فاعل شد که فاعلش ضمیر مستتر بوده است که تقدیرش انا بوده است. پناه میبرم من. بالله به حرف جر، اللهی نام الله تبارک و تعالی اسمی مجرور، میگیم با الباء حرف جر مبنی علی الکسر لا محل له من الاعراب. اللهی اسم الجلالتی، اسم الجلالتی اسم مجرور، اسم الجلالتی اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه
اسم مفرد. پس بالله الجار والمجرور متعلقان باعوذ. بالله این جار و مجرور متعلق هستند به فعل اعوذ. من الشیطان الرجیم، من حرف جر، الشیطانی اسم المجرور. پس میگه من حرف جر مبنی علی السکون حرک لالتقاء الساکنین لا محل له من الاعراب. من حرف جر مبنی علی السکون حرك لالتقاء الساكنين لا محل له من الإعراب. الشيطان اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد. الرجيم نعت المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد. پس رجیم این نعت شیطان هست یا صفت شیطان هست. پس رجیم نعت حقیقی برای شیطان است، یعنی نعت سببی نیست، نعت حقیقی است که نعت حقیقی منعوت را از 10 چیز در 4 چیز پیروی میکند. پس این بود کلمه رجیم اعرابش. و من الشیطان الرجیم، که من الشیطان، من حرف جر، شیطان اسم مجرور، الجار والمجرور متعلقان باعوذ. این من الشیطان هم همچنین متعلق هستند به اعوذ. اعوذ که فعل است متعلق به اعوذ می باشد. و این جمله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اینا میگن جملتون ابتدائیتون لا محل لها من الاعراب. این جمله ابتدایی لا محل می باشد در اعراب. پس این بود اعراب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اکنون یک کمی توضیحات، کمی مسائلش را روشن‌تر بگردانیم. اعوذ بالله کلمه اسمی الله، آیا الله مشتق است یا غیر مشتق است؟ در این باره قول ها هست. یعنی مشتق است یعنی اصلش چی است که از یک اصل گرفتن، یا غیر مشتق را مرتجل میگن، یا مرتجل است خودش همین طور ساخته شدگی است از یگان کلمه دیگر نگرفتن. این مسئله اختلافی است. بعضی میگن مرتجل است یعنی از یگان چیزش نگرفتیم، الله همین طور ساخته شدگی است، الله همین طور ساخته شدگی است، از یگان ریشه معین نگرفتیم، از یگان فعل معین نگرفتیم. بعضی قول بعضی از علما همین است. اما بعض دیگری از علما میگویند الله مشتق است، یعنی اصل دارد، اصلش میگن اله میباشد، از کلمه اله گرفتگی هستند. وزن الله میگن اله یعنی بر وزن فعال، اله بر وزن فعال است. فعل ماضی و مضارعش اله یأله یا که اله یألوه به این معنا هست، به معنای عبده یعنی که عبادت کرد. عبده عبادت کرد، اله یأله یعنی عبادت کرد. پس الله به معنای اله از بر وزن فعال، پس الله به معنای مألوه است یعنی معبود. پس وقتی که از اله یأله گرفتیم به معنای معبود می باشد. پس الله به معنای چی بوده است؟ معبود. زیرا که از اله یأله یا که اله یأله گرفتیم به معنای عبده می شود، عبادت کرد. و بعضی از علما میگویند از کلمه اله نه، از اله یأله نه، یعنی که از محموز العین نیست، محموز الفا نیست، اله یأله محموز الفا نیست. بعضی میگن از لا یلیهو است، یعنی که اجوف است، اجوفی یایی است، رنگ با یبیعو. لا یلیهو اگر که از لا یلیهو باشد به معنای تستره، یعنی که پنهان ماند،
یعنی با چشم در این دنیا اون را دیده نمی شود. میگن از این گرفته شدگی هست، از لاه یلیهو. به هر صورت که بعضی میگن که مشتق است، یا از اله یعلهو یا که الیه یعلهو گرفتند، یا از لاه یلیهو. پس کسی میگه که مشتق است، اصل ریشش این می باشد. پس اگر که اصلش اله باشد، اله همزه دارد، باید میگو که الالهو. این همزه کجا شد؟ این همزه رو میگن حذف کردن تخفیفاً، برای سبک شدن. یعنی که الاله نو همزه را که حذف کردی میخونی الله. الله الف دارد. این الف رو همچنین حذف کردن برای زینت، برای زیبا شدن. کلمه الله را یک بار پیش از ه الف بنویسید، یک بار دیگر به الف بنویسید، ببینید کدامش در زینت و زیباگی فسان می باشد. پس ای از کلمه اله گرفتیم، این الف را، همزه را حذف کردیم برای چی؟ برای حذف تخفیفش میگن، تخفیفاً، برای سبک شدن. پس الله شد و الف پیش از ها را بعد لام بدگی الف را حذف کردیم در کتابت، اما در اصل موندگی است. از این حساب الله مدی طبیعی دارد. الله مدی طبیعی دارد که میگیم بسم الله، مدی طبیعی میشد. برای چی؟ برای همین الف در نوشتن نیست، اما در اصل این الف هست و در خواندن این را به مدی طبیعی خوانده میشود. پس این بود کلمه الله، معلومات در بارش که آیا این مشتق است یا نه. مشتق باشد اصلش چی است و مشتق نباشد یعنی مرتجل، و اون چطور عربا همین طور گرفتن یک کلمه را ساختندش. این بود کلمه الله، معلومات درباره کلمه الله. بعد از این میگذاریم در کلمه شیطان. کلمه شیطان اصلش چی است؟ بعضی از علما میگویند که شیطان بر وزن فعلان است. الشیطانو بر وزن الفعلانو می باشد، بر وزن فعلان است. اصلی کلمه شیطان میگه شاط یشیطو است. شاط یشیطو اصل شیط یشیطو، رنگ باع یبیعو، یعنی اجوفی واوی است، اجوفی یایی است. بعضی از علما میگن شیطان اجوفی یایی است، در آخرش الف و نون زیاتی دارد. با معنای اگر که شاط یشیطو بگیریم، با معنای مال، یعنی که به دیگر طرف برد، یا اهلک هلاک گردانید. میگه شاط بالقلبی، یعنی که مال بهی، یا شاط القلب، یعنی که دل رو به دیگر طرف برد، یا که اهلکهو، یعنی دل رو هلاک گردانید. پس شاط به معنای به دیگر طرف بردن یا هلاک گرداندن می شود. اگر که اصل کلمه شیطان را بگیم ای شاط یشیطو، از اجوف یایی، از باب ضرب یضربو باشد، رنگ با یبیعو باشد اصل ریشش، پس به معنای دل را به دیگر طرف برد یا دل را هلاک گردانید می شود. و این بعضی از علما گفتگی هستن، این قول بعضی میگن ضعیف است و قول صحیح میگن که شیطان بر وزن فعال می باشد، یعنی شین و ت و نون اصلی است. در قول یکم الف و نون آخر زیاتی بود یا اصلی بود برای شاط یشیطو، اما قول دوم بر وزن فعالون است. الشیطانو بر وزن الفعالو، از کلمه شطانه گرفتگی میگه. شطانه از کلمه شطانه باشد به معنای بعوده می شود. شطانه الشیطان یعنی که البعید، یعنی که دور کننده، یا به معنای دور کردن، به معنای دور می شود. شطانه یعنی بعوده. میگه که کانه بعوده عن الخیری. وقتی میگیم که شیطان به معنای بعوده، پس معناش چیست؟ یعنی مردم را از کار خیر و نیک و خوب دور میگرداند. از این حساب نامش موندن شیطان، یعنی که دورگرداننده مردم از کار خیر و خوب و نیک. پس بعضی میگن که شیطان اصل شطانه است،
یعنی فعل صحیح می باشد. شطن یشطن یا شطن یشطن از باب نصره یا از باب ضربه می باشد. به معنای بعوده هست، به معنای دور کرد. یعنی که شیطان رو برای شیطان گفتن به خاطر که مردم رو از کار خیر دور میگرداند. این دویم قول است. این قول صحیح است. علما میگویند این قول صحیح است، یعنی که از شاطانه گرفتگی است، نه از شاطا یشیطو. باز والله اعلم این گپا در کتابا وجود دارد. این بود معلومات درباره شیطان. و الف لامی که در الشیطان و الف لامی که هست، این الف لام جنس میگویند. این الف لام جنس است. الف لام جنس یعنی چی؟ وقتی میگیم اعوذ بالله من الشیطانی، یعنی از همون شیطانی اصلی یا هر کسی که مردم رو از راه خیر دور میکند، ما پناه میبریم به الله از بدی همون انسانی که ما رو از کار خیر دور میگرداند. پس از شیطان و الف لام چی است؟ الف لام جنس، یعنی کل متمرد، هر سرکش، هر کسی که ما رو از راه درست دور میکند، آن همون شیطان است. هر دور کننده ای از کار خیر. پس را میگه الف لام چی؟ للجنس. الف لام جنس است، یعنی هر کسی که یا هر چیزی که ما رو از راه حق دور میکند. پس الف لام جنس بده است. بعد از این الرجیم، بعد از این کلمه رجیم چی است؟ رجیم هم دربارش علما دو قول دارن. میگن رجیم به معنای فعیل، بر وزن فعیل است. رجیم بر وزن فعیل است، به معنای مفعول هست. یعنی که رجیم به معنای مفعول که باشد، یعنی مرجوم، یعنی که ملعون، مطرود. رجیم از الرجمو گرفته شده است. کلمه رجم، رجیم به معنای فعیل، به معنای مفعول هست. مرجوم یعنی که مرجوم یا ملعون، مطرود، رانده شده و لعنت کرده شده. پس به این معنا است. میگه رجیم بر وزن فعیل و قول صحیح هم همین است. میگن بر وزن فعیل است، به معنای مفعول هست. فعیل به معنای مفعول، چطوری که در صرف میر خوانده بودیم که این مسئله به همین طریق میآید. فعیل به معنای مفعول آمدنش امکان دارد. و بعضی از علما میگن این قول ضعیف است. میگن که رجیم بر وزن فعیل به معنای فاعل است. فعیل به معنای فاعل هم میآید. فعیل به معنای فاعل هم همچنین میآید. به معنای یعنی که یرجم غیره بالتضلیل، یعنی دور میکند غیرش رو با گمراه کردن. پس در این صورت به معنای فاعل به معنای چه؟ به معنای فاعل است. پس شیطانی که رجیم است به معنای فاعل که مفعول بگیریم، یعنی شیطانی که رانده شده می باشد، شیطانی که لعنت کرده شده می باشد. اگر رجیم رو به معنای فاعل رو به معنای مفعول بگیریم، به معنای مرجوم، اما رجیم رو فاعل رو به معنای فاعل بگیریم، به معنای راجیم می شود، یعنی که دور میکند دیگرها را با گمراه کردنش از راه حق. رجیم یعنی که به معنای راجیم، به معنای فاعل، یعنی دور میکند دیگرها را از راه حق درست. پس این بود معلومات درباره کلمه رجیم. پس رجیم گفتیم صفت شیطان است، نعت شیطان است. این نعت چی بود؟ نعت حقیقی. پس این بود درباره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعرابش و توضیح کلماتش. با همین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم را به آخر رساندیم. اکنون میگذاریم در کلمه بسم الله الرحمن الرحیم. اعرابش چی است؟ اعراب بسم الله الرحمن الرحیم، اولا یا اول ترجمه اش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله که رحمان و رحیم است. به نام الله که رحمان و رحیم است. اکنون اعرابش بسم الله الرحمن الرحیم درباره بی که در اول بسم الله است، بعضی از علما میگوین این بای اصلی است، بعضی میگن زائده هست، بعضی میگن اصلی است، بعضی میگن
با حرف جر زائده است، حرف زیادی است. وقتی که اگر اصلی باشد معنا دارد و احتیاج به متعلق دارد، احتیاج به متعلق دارد که با اون تعلقش بدهیم. اگر که با حرف جری اصلی باشد، اما زائد باشد حرف جر زائد است. اولا بیایید حرف جر زائد بگیریم، اعرابش آسانتر است و کمتر است گپ درباره حرف جر زائد. بیا اول حرف جر زائدش میگیم. پس اینطور اعرابش میکنیم: بسم الله الرحمن الرحیم. با میگیم حرف جر زائد مبنی علی الکسر لا محل له من الاعراب. اسمی میگیم اسمی اسم مبتدأ مرفوع، مبتدأ مرفوع و علامة رفعه الضمة الظاهرة، الضمة الظاهرة منع من ظهورها حركة حرف جر زائد، منع من ظهورها حركة حرف جر زائد. یعنی حرف جر زائد از ضمه شدن کلمه اسمو را منع کردگی است. پس اسمو مبتدا هست، زیرا که با حرف جری زائد است. یا میتونیم بگیم که اسمی لفظا مجرور محلا مرفوع، این طور اعراب هم دارد. اما اعراب یکم گفتم، یعنی که اسمی مبتدا مرفوع و علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها حركة حرف جر زائد. این اعراب با تفصیل تر است، اما خلاصهش میتونه بگوی اسمی لفظا مجرور محلا مرفوع مبتدا هست، اسم مبتدا هست. و اسم مضاف و هو مضاف با کلمه اسم مضاف می شود. اللهی اسم الجلالة مضاف الیه مجرور و علامة جره الضمة الكسرة الظاهرة. اللهی مضاف الیه مجرور و علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. این بود کلمه بسم الله را اعرابش. اکنون بسم الله وقتی اسمو مبتدا باشد خبرش کنی، خبرش محذوف است. وقتی بگیم که با حرف جر زائد اسمو مبتدا کنی خبر در اینجا محذوف است. اکنون خبر چی می شود؟ خبر این طور است، اصل این حرف جر میگیره میپرتوه، می شود که اسم الله مبدوء به. پس مبدوء خبری انمین بسمی است. اسم مبتدا که با حرف جر زائد باشد اسم مبتدا می شود، خبرش محذوف، یعنی که اسم الله مبدوء به. وقتی این طور که باشد پس میگه مبدوء خبر محذوف یا خبر مرفوع و علامة رفعه الضمة الظاهرة به با حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الاعراب. الهاء به، الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم المجرور. به الجار والمجرور متعلقان بمبدوء، مبدوء اسم مفعول است، متعلق شده میتواند. پس این بود اعرابی بسم الله. اگر ب را حرف جر بگیریم پس خبرش محذوف است، اون چی بود است؟ مبدوء به. این بود اعرابی بسم الله حرف جر زائد. پس الرحمانی خلاصه شو بگیم نعت یکمی بسم الله، الرحیمی نعت دویمی بسم الله، نعت یکم و نعت دویم. این بود اگر حرف جری زائد بگیریم، بر حرف جری زائد بگیریم، با همین حرف جر زائد خلاص شده اعرابش. انا اکنون میگذاریم اگر حرف جر زائد نگیریمش، اگر بگیم که به حرف جر زائد نیست، اصلی است، اصلی می باشد، پس گفتیم اگر اصلی باشد معنا دارد، حرف جر زائد باشه معنا ندارد، حرف جر زائد اومده است. اما اگر حرف جری اصلی باشد میگه که یفید المعنی، این معنا دارد. و یحتاج الى متعلق یتعلق به، احتیاج به متعلق دارد که با اون تکیه بکند. پس احتیاج به متعلق دارد. پس متعلقش چیست؟ درباره متعلقش در اینجا اختلاف هست. متعلقی بسم الله
محذوف است، میگه با اتفاق اگر حرف جری اصلیش بگیریم. بصریا میگه که اسم است اون محذوف و کوفیا میگه که فعل است. اختلاف است. در نزد بصری ها اسم است، در نزد کوفی ها فعل می باشد. بصری ها میگن که ابتدایی، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی که بسم الله جار و مجرور متعلق به چی است؟ ابتدایی مبدوء بهی. بسم الله پس جار و مجرور متعلق به ابتدایی می باشد. پس ابتدایی اعرابش این طور می شود یا که اصلش این طور است: ابتدایی بسم الله الرحمن الرحیم مبدوء بهی. ابتدایی یعنی که شروع کردن من به نام الله الرحمن الرحیم شروع کرده شده می باشد. پس این طور اصل کلمه این است میگویند. پس بصری ها چی میگفتند؟ اسم است، ابتدایی. اما کوفی ها میگن که فعل است، یعنی ابتدئوا بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدئوا بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی شروع میکنم به نام الله، به نام الله که رحمان و رحیم هست. پس این بود متعلقی جار و مجرور که این چی است؟ بصری ها میگه اسم است، کوفی ها میگه که چی است؟ فعل است. و اسم بگیره مگر این از دیدگاه معنا قوی تر است، زیرا که اسم زمان ندارد، دیمومتشو یعنی دوامداریش و ثبوتش بر دوام است. از این حساب اسم حساب معنا بسیار قوی است، یعنی زمان ندارد. اما فعل زمان دارد، تغییر یابنده که است و فعل زمانی بر دوام نمی باشد و بلکه می شود که اسم بگیریم، می شود که فعل بگیریم. این بود مسئله چی؟ مسئله بسم الله الرحمن الرحیم. حرف جر اگر که اصلیش بگیریم پس متعلق داشته است. پس اکنون اگر اصلی گیریم به چی معنا است؟ اگر زاید باشد به معنا نداشت با حرف جر. اکنون اصلی باشد اگر معنا دارد. معناش چیست؟ میگه که بعضی میگن برای استعانه هست، بعضی میگن با در اینجا به معنای استعانه است، یعنی کمک گرفتن. میگه که داخلتون علی آلت الفعلی، در آلت فعل داخل میشود استعانه. مانند میگوی کتبت بالقلمی، نوشتم با قلم، یعنی با کمک قلم. پس بسم الله ابتدئ بسم الله یعنی شروع میکنم با کمک و یاردمی نام الله تبارک و تعالی. این برای استعانه باشد. اگر استعانه باشد به این طریق این معنا رو دارد، یعنی که با کمک و یاردمی نام الله جل جلاله یک کارم رو شروع میکنم، یا خوردن رو شروع میکنم، یا نوشتن رو شروع میکنم. گفته فعل را میشه فعل با یک چیزی که معین خوردنی باشی، یعنی بسم الله آکلو، نوشتنی باشی بسم الله اکتبو، خواندن بسم الله اقرأو. خلاصه به نام الله همون کارم رو شروع میکنم. گفته یعنی که با کمکی نام الله. این بود به معنای استعانه. و دویم برای میشود که این بره به معنای مصاحبه بگیریم، یعنی همراهی. پس اگر به معنای همراهی بگیریم یعنی که بسم الله الرحمن الرحیم ابتدئ، یعنی شروع میکنم همراه نام الله. یه به معنای مع می شود. بعد به معنای مصاحبه که باشه به معنای مع هست، یعنی ابتدئ مع اسم الله تعالی، مع اسم الله الرحمن الرحیم، یعنی شروع میکنم همراهی نام الله که رحمان و رحیم است. اگر به معنای مصاحبه بگیریم به معنای به معنای مع می شود. اگر که برای میشه به معنای ملابسه بگیریم، ملابسه یعنی که به معنای این تبرک می شود، یعنی که ابتدئ بسم الله الرحمن الرحیم یعنی تبرک جسته با نام الله الرحمن الرحیم کارم را شروع میکنم. پس به معنای ملابسه هم می شود. این بود معناهای با اگر که اصلی باشند. با سه معناش گرفتیم: به معنای استعانه، به معنای مصاحبه و به معنای ملابسه. با این معناها می شود با حرف جر را گرفت. این بود بسم الله. و بسم الله بین این دوتا یعنی که مضاف الیه اسم و الله گفتیم اسم مضاف است، اللهی مضاف الیه. ایرا اضافه محضش میگن، ایرا نامش اضافه محض است. اضافه محض یعنی همون معنایی که در بین لام است، یعنی اسم لله، الاسم لله، نامی که صاحبش الله جل جلاله است، نامی که از الله جل جلاله می باشد. پس یعنی وقتی میگیم
اضافه محض در خودی همین متن آجرومیه ما خونده بودیم که اضافه به 3 قسم تقسیم می شود. اضافه محض همون اضافه که لام دارد، لی، یا به مین هست یا به فی هست. اگر ظرف باشد، مضاف الیه برای مضاف ظرف باشد، در تقدیرش فی هست. مانند چی؟ مکر اللیلی، یعنی المکر فی اللیلی، زیرا که مضاف الیه ظرف شد برای مضاف، المکر فی اللیلی. و وقتی که اگر که مضاف الیه بیان جنس باشد، یعنی بیان جنس باشد، در این صورت مین هست. میگم که مثلا خاتم الحدیدی، یعنی که الخاتم من حدیدین، خاتم از جنس چی است؟ حدید است. یعنی که اگر که بیان جنس باشد، مضاف مضاف الیه برای بیان جنس می آید. در این صورت در بین چی است؟ در بین من هست، یعنی خاتم من الحدید، که الخاتم من الحدیدی، یعنی چله که جنسش از آهن است، یا که الخاتم من الذهبی، یعنی چله که جنسش از آهن است. این در اضافه اگر که با مین باشد، یعنی که بیان جنس باشد. اما در اینجا بسم اللهی این اضافه محض است، نه مین است و نفی، بلکه در اینجا چی است؟ لی هست، یعنی الاسم لله، اسمی که خاص الله جل جلاله می باشد، یعنی اسمی که صاحب آن الله تبارک و تعالی است. پس اینا میگن اضافه محض، اضافتون محضتون، اضافه محض است. این بود خلاصه درباره معلومات در این باره. اما اکنون یک مسئله هست. بسم الله الرحمن الرحیم را اصلا در عموم بگیریم، 9 نمود گفتن، 9 نمودش جایز است، 9 نمود گفتن ممکن است، یا که 9 نمود گفتن می شود، جایز و ممکن نگیم، گفتن می شود. من یک تا اینها را میگویم، شما نویسته میتونه در پیشتون بگیرید که چی است. یکم بسم الله الرحمن الرحیم، دوم بسم الله الرحمن الرحیم، سیوم بسم الله الرحمن الرحیم، چهارم بسم الله الرحمن الرحیم، پنجم بسم الله الرحمن الرحیم، ششم بسم الله الرحمن الرحیم، هفتم بسم الله الرحمن الرحیم، هشتم بسم الله الرحمن الرحیم، نهم بسم الله الرحمن الرحیم. این بود 9 نمود گفتن بسم الله. پس اکنون اینها کدامش جایز است و کدامش ناجایز؟ اولین گفتگیمان بسم الله الرحمن الرحیمی، همه دیدگاه عربی جایز است، همه دیدگاه قرائتی، قرائت قرآن جایز است. می شود در قرائت قرآن چی بگیم؟ بسم الله الرحمن الرحیمی. اگر این طور گفتیم اعراب شد، یا اکنون همین ها را میگویم، اعرابشون را بیان کرده رفتن میگیریم. بسم الله به حرف جر چطور اعرابش را بیان کردیم؟ یا زایده میگیم یا اصلی. اگر زایده گفتیم اسمی مبتدا مرفوع علامت رفع الضمه المقدره منع من ظهورها حرکت حرف جر زائد. اگر که اصلی بگیم اسمی به حرف جر، اسمی به حرف جر مبنی علی الکسر لا محل له من الاعراب، اسمی اسم مجرور و علامت جر الکسره الظاهره و هو مضاف، الله مضاف الیه مجرور و علامت جر الکسره الظاهره، الجار و المجرور متعلق با برمیگردن به اختلاف. بصری ها میگه که متعلق به ابتدایی، کوفی ها میگه که متعلق به ابتدی، یعنی بصری ها میگه که اسم بگیر، کوفی ها میگه که فعل بگیر. خلاص این اختلافات رو بیان کردیم. اکنون الرحمانی نعت یکمی اللهی، الرحیمی نعت دویمی اللهی. دیدید؟ نعت یکم و دویم. الرحمانی اعراب در این طور میگیم الرحمانی نعت المجرور مجرور و علامت جر الکسرة الظاهره، الرحیمی نعت المجرور مجرور و علامت جر الکسرة الظاهره. یعنی الرحمانی نعت الاول مجرور و علامت جر الکسرة الظاهره، الرحیمی نعت ثانی مجرور و علامت جر الکسرة الظاهره. این هم در عربی گفتیم هم در قرائت قرآن جایز است، با اتفاق جایز است، این دیگه اشکال نیست. اکنون میگذاریم وجه های دیگر.
دویم وجه گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون کدامشه که اعراب کردگی هستیم؟ که جایی که تغییر مییابد همونها رو اعراب میکنیم، که جایی که تغییر نمییابد اونها رو اعراب نمیکنیم. دیگر بسم الله رو اعراب نمیکنم، زیرا که با تفصیل حرف جر زائد میگیریم یا که اصلی میگیریم، اینها را بیان کردم. اکنون بسم الله الرحمانی، رحمانی اکنون نعت شد برای الله، نعتی یکم یا نعت دارد. وقتی الرحیمه گفتیم این مفعول به برای فعل محذوف است، میگه منصوب علی تعظیم، یعنی که مفعول به است برای فعلی که محذوف است. اون فعل چی است؟ اون فعل اقصدو هست. یعنی بسم الله الرحمانی اقصدو الرحیمه، این طور است اصلش. یعنی کلمه اقصدو را ما چیکار کردیم؟ الرحیمه را مفعول به برای فعل محذوف گرفتیم، برای فعل محذوف. اون فعل محذوف چی است؟ اقصدو الرحیمه. اینم جایز است در زبان عربی. پس بسم الله الرحمن الرحیم، رحیمه مفعول به برای فعل اقصدو می باشد. پس اقصدو را اعرابش اقصدو فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره انا. الرحیمه مفعول به انا من اقصدو می باشد که مفعول به منصوب و علامت نصبه الفتحة الظاهره. پس این را خلاص کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم خلاص شد. میگذاریم در بعدش سیوم وجه که نویستیم بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیگه بسم الله الرحمن معلوم شد نعتی الله هست یا نعت هست، دو تا نیست. الرحیم برای چی مرفوع شد؟ در این صورت میگیم که الرحیم الرحیم خبر للمبتدا المحذوف است. خبر برای چی است؟ مبتدای محذوف است. اصلش چی است؟ بسم الله الرحمن هو الرحیم، یعنی هو ضمیر منفصل مبنی علی الفتح فی محل رفع مبتدا، الرحیم خبر مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره. دیدید؟ پس رحیمو که گفتیم خبر برای مبتدای چی بوده است؟ محذوف بوده است. پس یک بار دیگر اصلی سیوم وجه که نوشتیم بسم الله الرحمن الرحیم. پس در دویم سیوم که رحیمو گفتیم این را میگن قطع. این مسئله قطع است. قطع یعنی چی؟ یعنی که نعت را قطع میکنی از منعوت، صفت را قطع میکنی از موصوف. این در زبان عربی جایز است، درست است، یگان اشکال ندارد. اما بعض شرطا دارد که اگر اختلاط نشود پس جایز است. این انشاءالله در کتابای بعدی نحوی انشاءالله خواهد خواند که قطع کردن نعت از منعوت، بدل از مبدل منه و اینها جایز است، یا قطع کردن توابع جایز می باشد با شرطی که گذاشتگی هستند. به هر صورت اینجا در الرحیمه که گفتیم ایرا مسئلهش قطع است، مسئله قطع. الرحیمو که گفتیم ایرا مسئلهش چیه؟ مسئله قطع است. رزنو که اینا اصلا نعت هستند. چرا ما دیگر طریق خوانده ایستادیم؟ برای قطعش کردیم، یعنی جمله جداگانه گرفتیم اینها را. خب این بود مسئله دویم سیوم اعراب بسم الله که بیان کردیم. و چهارم وجه بسم الله الرحمن الرحیم. رحمانه چی است؟ رحمانه اکو بسم الله، اللهی مضاف الیه. الرحمانه که شد در اینجا دیگر الله نعت نکردیم، الله را صفتش نکردیم، بلکه الرحمانه میگیم منصوب علی التعظیمی، یعنی اقصد الرحمن الرحیم. رحمانه الرحیم اینها هر چون چیدن مفعول به برای فعل محذوف الرحمن الرحیم. پس الرحمن در این صورت ما کلمه رحمان رو چی گرفتیم؟ ما کلمه رحمان رو علم گرفتیم. در این صورت ما کلمه رحمان رو علم گرفتیم. الرحیم اکنون چی می شود؟ الرحیم بدل می شود از الرحمن. الرحیمه بدلی الرحمانه می شود. یا می شود بگیم که الرحمانه منصوب علی التعظیم، یعنی اقصد الرحمن. الرحیمه همچنین اقصد الرحیمه، یعنی مفعول به برای فعل
محذوف می باشد وقتی که منصوبش خوندیم. این بود چهارمین وجه. پنجمین وجه بسم الله الرحمن الرحیم. در این صورت چی میگیم؟ بسم الله اللهی مضاف الیه، الرحمن اکنون می شود منصوب علی تعظیم، یعنی مفعول به برای فعل محذوف. الرحیم خبر برای مبتدای محذوف. الرحیم خبر برای مبتدای محذوف. اصل چی طور شده که بسم الله اقصد الرحمن هو الرحیم. اصل چی این طور شد. و ششم وجه بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان الرحیم اکنون چی است؟ بسم الله الرحمن خبر برای مبتدای محذوف است. الرحیم مفعول به برای فعل محذوف است. اصلش این طور است. بسم الله هو الرحمن اقصد الرحیم. اصلش این طور است. دیگه اینا رو اعرابش که گفتم از این حساب دیگر با تفصیل اعرابش نکرده ایستادم. فقط اصل که میگم من شما نوشته میتونید خودتون دیگر اعرابش رو بکنید، زیرا که در بالا اینها رو اعراب کردیم. این بود ششمین وجه الرحمن الرحیم. هفتمین وجه بسم الله الرحمن الرحیم. این هفتمین وجه هست. پس بسم الله الرحمن خبر برای مبتدای محذوف، الرحیم همچنین خبر برای مبتدای محذوف. اصلش این طور است. بسم الله الرحمن بسم الله هو الرحمن هو الرحیم. بسم الله هو الرحمن هو الرحیم، یا که هو الرحمن الرحیم. این رحمانو خبر یکم برای مبتدای محذوف، الرحیم خبری دویم برای مبتدای محذوف، یعنی خبر می شود برای مبتدای محذوف. اعرابش برای چی جایز بوده است؟ الرحمن الرحیم، به خاطر اینکه خبر بودند. پس این 6 وجه، 7 چیزی که گفتیم، یعنی یکم جدا کنین. 7 وجه دیگر جایز است، میگد عربیتا لا قراءتا، یجوز عربیتا لا قراءتا. یعنی این 6 وجه جایز است در زبان عربی، از روی قاعده عربی این گفتگیامون جایز است، نه قراءتا. نه قراءت جایز نیست. یعنی قراءت ده نمی شود که بخونیم که بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، این طور خونده نمیتونیم. چرا؟ زیرا که قرائت به این طریق نیومده است. پس در عربی جایز است، از روی عربی غلط نمی شود، اما از روی قرائت جایز نیست. این 6 وجهی بعد نه یک وجه ببرید، 6 تا باقی موندهش در عربی جایز نمی باشد. در عربی جایز است، معذرت میخوام، در عربی جایز است، در قرائت جایز، قرائت قرآن در جایز نمی باشد. این 6 وجهی بعد نه. اکنون 7 این 7 وجه اکنون جایز بوده است. 7 وجه، یکمش که هم در عربی و هم در قرائت جایز بود، 6 تا دیگرش که در عربی جایز است و در قرائت جایز نیست. اکنون میگذاریم در 8م وجه بسم الله الرحمن الرحیم. رحمن الرحیم این نه در عربی جایز است نه در قرائت، و بسم الله الرحمن الرحیم هم نه در عربی جایز است نه در قرائت. اینا تماما جایز نمی باشد. این طور بسم الله را گفتن غلط است. نه یادم بگه که بسم الله الرحمن الرحیم غلط کرد، یا بگه بسم الله الرحمن الرحیم غلط کرد، زیرا که نه در عربی دیگر جایز شد نه در قرائت که جایز نیست، اما در عربی هم دیگر این جایز نشد. اکنون چرا جایز نمی شود؟ میگه که التابع اشد ارتباطا بالمتبوع لا یؤخر عن المقطوع. میگه تابع یعنی که نعت رحیم، رحیم در اینجا نعت اللهی که است، لفظ جلاله، اسم جلاله، اشد ارتباطا چنان به یکدیگر ارتباط دارند که ارتباطش بسیار سخت و قوی است. میگه لا یؤخر عن المقطوع، بعد از مقطوع گذاشتنش میگه جایز نمی باشد. یعنی اگر این طور اعراب که اگر این طور که باشد اعرابش به این طریق می شود: اللهی الرحمن مفعول به برای فعل محذوف، الرحیمی گویا که نعت برای اللهی می باشد. در این بین الرحمن مفعول به برای فعل محذوف اومد، یعنی که نعت را بعد از مقطوع گذاشتیم، در قطع کردیم در رحمان را،
مفعول به برای فعل محذوف که گرفتیم قطع کردیم، این نعت میگه بعد از قطع آمد این جایز نیسته، به خاطر اینکه ارتباطی الله قطعی رحیم نعت منعوت اینها چنان ارتباط چون قوی کی است، این طور گفتن جایز و درست نمی باشد، این طور درست نمی باشد. پس این بود 9 وجه قرائت، 9 وجه نوشتن و حرکت گذاری بسم الله. 7 وجهش ممکن است، 2 وجهش ناممکن است، نه در عربی و نه در قرائت ممکن نیست. 2 وجهی اخیری که گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، این 2 وجه در زبان عربی ممکن نمی باشد. این بود بسم الله الرحمن الرحیم را وجه های ممکن و ناممکنش با تمام تفصیلاتش به همین بسم الله الرحمن الرحیم را همچنین به آخر رساندیم. اکنون یک چند کلمه دیگر را میگویم با همین این درس را به آخر میرسانم. یکم کلمه اسم اصلش چی است؟ از وسم یسیمو گرفته شدگی است به معنای علامت، یا از سما یسمو گرفته شدگی است به معنای بلندی؟ از چی است؟ در این مسئله اختلاف است. بعضی میگن که اسم اصلش از مثال واوی است، از باب ضرب یضربو وسم یسیمو به معنای علامت. بعضی میگن کلمه اسم اصلش سما یسمو ناقصی واوی، اصلش سما و یسمو است، میگن رنگ دعا و یدعو دعا یدعو است میگن. بعضی میگن از این باب دویم است، از باب ضرب یضربو به معنای بلند مرتبه. این بود اختلاف درباره یا که اصل ریشه اسم. اللهی را در اعوذ بالله بیان کردیم. بعضی میگن که الله اسمی مرتجل هست، از چیز اشتقاق کرده نگرفتندش. بعضی میگن که مشتق است و بیان کردیم در اول همین سبت. خب اکنون الرحمن چی است؟ الرحمن بر وزن فعلان است. الرحمن بر وزن فعلان هست و رحیم بر وزن فعیل هست. اینها صفت مشبهه می باشند. اینها صفت مشبهه یا صیغه مبالغه می باشند. میتونیم صفت مشبهش بگیریم، میتونیم صیغه مبالغهش بگیریم. اگر صفتی مبالغهش گرفتیم میگیم که الرحمن یعنی بسیار رحم کننده، الرحیم همچنین بسیار رحم کننده. اما رحمان و رحیم رو اگر صفت مشبهش بگیریم، در این صورت الله که همیشه و دائمی رحمت را با خودش دارد، همیشه و دائمی با خودش رحمت را دارد. پس معناش این طور می شود که صفت مشبهش بگیری که این صفت مشبهه در صرف میر خوانده بودیم که با صاحبش همیشه هست. می شود صیغه مبالغه بگیری که الله همین کار را زیاد بسیار، یا صاحبش میگه همون کار را بسیار انجام میدهد، این می شود صیغه مبالغه. این هم جایز می باشد. می شود که صفت مشبهه بگیریم، می شود صیغه مبالغه بگیریم. هر دو اینها را، هم رحمان را و هم رحیم را جایز درست می باشد. پس این بود اصلی. هر دو از کلمه رحمه، از رحمت گرفته شده هستند. هر دوشون از کلمه چی گرفته گن؟ رحمه یرحمو، از کلمه رحمه یرحمو. اما اگر صفت مشبهش گرفته میگیم که از کلمه رحومه گرفته گه، باب 5 رحمه یرحمو. اما صیغه مبالغه گرفته میگیم از کلمه رحمه یرحمو، ای باب 4 گرفته گه است، رحمه یرحمو از باب علم یعلمو. زیرا اینکه صیغه مبالغه اصل ریشش فعل متعدی هست. رحمه یرحمو، رحمهو یعنی رحم کرد به وی، در این صورت صیغه مبالغه می شود رحمان. اما رحمه یرحمو ای باب حسن یحسن ای باب 5 که باب 5 همیشه لازم میآید. رحمه یعنی رحم کرد. این در این صورت چی است؟ یعنی که همیشه اون الله سبحانه و تعالی با رحم است و صفت مشبهه گرفتیم از رحمه یرحمو. پس رحمان و رحیم هر این وزنا فعلان و فعیل هم در صفت مشبهه وجود دارند، هم در صیغه مبالغه. پس این بود درس ترجمه اعرابی یا تحلیلات کلمه
بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون بسم اللهی جار مجرور چی با فعل محذوفش بگیریم، یعنی حرف جر اصلی بگیریم با فعل محذوف یا با اسم محذوف، جمله ابتدایی لا محل می شود. جمله ابتدایی لا محل می شود. یا اگر بسم الله را جار مجرور رو خبرش هم محذوف بگیریم، جمله ابتدایی لا محل است. پس هم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و هم بسم الله الرحمن الرحیم هر دویشان جمله ابتدایی لا محل می باشند در اعراب. پس این بود وجه های اعرابی بسم الله الرحمن الرحیم. یک چیزی دیگر ناگفته نماند، این را بگویم به همین. یک وجه دیگر هم در بسم الله الرحمن الرحیم اعراب دیگر هم داریم. بسمی اسم مضاف، اللهی مضاف الیه. الرحمانی را بعضیا بدل از اللهی میگیرند، بعضیا بدلش میگیرند، زیرا اینکه میگن رحمان این علم هست. علم که باشد پس نعت شده نمیتواند، صفت شده نمیتواند، بلکه این بدل میشود. بعضیا بدلش هم گفتگی هستن. پس میتونین رحمان را بدل بگیرین، بدل هم گرفتن جایز است. وقتی بدل گرفتید پس رحیمی نعت برای رحمان هست نه الله. نعت برای کی است؟ رحمان است. در این صورت رحیم رو میگید نعت است برای رحمان نه اللهی. پس این بود اعرابی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم با تفصیلاتش. با همین این مسئله به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب در متن می‌دارد میگه الکلام هو اللفظ المرکب المفید بالوضعی. این عباره ها را، این کلمات را ان شاء الله درس آینده اعراب میکنیم و تحلیل میکنیم و براتون تقدیم خواهیم گردانید. این بود درس امروزمان از اعرابی الاجرومیه. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.